سلام گوگلی مگولیای من، با من همراه باشید تا بریم سراغ دومین قسمت از سفرنامه شهر کردم. خب تا اونجایی براتون تعریف کردم که ما صبح رفتیم چشمه سرداب رستم آباد و چشمه دیریژنوی فراخ‌شهر رو به عنوان لوکیشن شبمون انتخاب کردیم. خب خدا رو شکر دوستای پایم هم مثل همیشه پر انرژی حضور داشتن. دقیقاً اینجا به اینکه تو آب برم یا نرم فکر میکردم که آخر سر هم تصمیم به رفتن گرفتم. جالبه بدونید که تیم فوتسال بانوان این شهر هم به همین اسمه. ویژگی این چشمه اینه که دقیقاً در وسط شهر قرار گرفته و شهرداری دور تا دورش رو استخر زده و با این حال از وسط زمین آبی زلال و خنک میجوشه که با استفاده از این جوی‌ها این آب به شهر میاد. قبل از خواب تصمیم گرفتیم یکم جنگولک بازی کنیم که اینا حتما براتون پست میشه. بعدش نشستیم منچ بازی کردیم تا خوابمون ببره. اینم از دومین قسمت از سفرنامه شهر کردم. مرسی از نگاه قشنگتون. منتظر بقیه سفرنامه هم باشید. بای.